الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. در مورد این که در حالت قیام دسته ها را کجا ببندیم، روی ناف، زیر ناف، بالاتر از ناف، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. صورت اولی که مشاهده کردید، این کیفیت در هیچ حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده و کسی قائل به این نیست. این گونه دست گذاشتن این زیر ناف نیست، این روی آنه هست. بر روی گذاشتن دست بر روی آنه نظر هیچ فقیه و هیچ مذهبی نیست. و همچنین گذاشتن دسته ها در قسمت نحر، یعنی زیر گلو، اینم از هیچ روایتی ثابت نیست. و همچنین گذاشتن دسته ها بر روی قلب، اینم هیچ گونه روایتی وجود ندارد و هیچ کدام از ائمه مذاهب این قائل نیستند. بعد از آن در دایره مذاهب اهل سنت و الجماعت 3 مطلب نقل شده. یکی گذاشتن دسته ها زیر ناف، یعنی این قسمت، روایتش در سنن ابو داود هست، از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نقل شده که مذهب حنفی این هست و مذهب جمهور علما شافعی این هست که به این کیفیت روی بالای ناف گذاشته بشود، بالای ناف. و بسیاری دیگر از علما معتقد هستند که بر روی سینه گذاشته بشود. منتها از نظر حدیثی و درجه صحت هیچ کدام از اینها صحیح نیست. اصل گذاشتن دست بر روی دست در هنگام نماز ثابت هست. قبلا عرض کردم روایت سهل ابن سعد در بخاری و مالک ابن حویرث در صحیح مسلم هست. اما این که دسته ها را کجا بگذاریم، در این مورد دقیقاً روایت صحیح ثابت نشده، گرچه گذاشتن دسته ها بر روی به اصطلاح بالای ناف که باشد این وجیه تر هست و هم معتدلانه تر هست و هم میانه هست و هم این که بنابر روایت صحیح بخاری این در واقع تقویت می شود، زیرا که سهل ابن سعد فرمودند که در زمان پیامبر مردم دستور داده می شدند که دست راست را بر روی ذراع دست چپ بگذارند، یعنی به این کیفیت. و وقتی که این کیفیت باشد یعنی این که بالای ناف گذاشته بشود، روی سینه یا زیر ناف در واقع این حالت مشکل هست. برای گذاشتن دسته ها بر روی سینه یک روایتی وجود دارد و روایت مالک ابن حویرث هست که در سنن ابو داود آمده، امام ابن خزیمه رحمت الله علیه اینو نقل کرده. این روایت را برخی از علما صحیح دانستند. منتها واقعیت این است که لفظ علی صدر که در این روایت، در روایت مالک ابن حویرث آمده، این لفظ علی صدره این زیادتی شاذی هست که در سنن ابو داود و صحیح ابن خزیمه آمده و اصل این روایت که در صحیح مسلم هست این زیادتی رو ندارد و این زیادتی تنها در روایت مؤمل ابن سلیمان از سفیان آمده. غیر از مؤمل 10-15 نفر دیگری که این روایت رو از سفیان نقل کردند، مانند امام شافعی، مانند فریابی، مانند فضل ابن دکین، مانند حمیدی و دیگران، هیچ کدام از آنها این لفظ علی صدره را نیاوردند. به این خاطر امام ترمذی رحمت الله علیه و همچنین ابن قدامه و ابن منذر و دیگران گفتند که در این مورد روایت صحیحی نداریم، پس بنابر این نمازگزار در هنگام نماز دستش را هر کجا گذاشت اشکالی ندارد. اگر زیر ناف گذاشتید هم صحیح است،
یک مقدار بالاتر روی ناف هم اشکال ندارد و بالای ناف یعنی میان ناف و سینه که گذاشتید این اولاتر و بهتر هست و معمولا علما حتی احناف که در مذهب حنفی دست باید زیر ناف باشد، من بسیاری از علما رو دیدم مانند شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید یا مفتی قاسمی حفظهم الله تعالی دست را بر بالای ناف میگذارند و جمهور علما نظرشون هم بر همین هست. اگر شما هم دسته ها رو اینجا گذاشتید بر دیدگاه جمهور عمل کردید. اگر پایین تر بود تا زیر ناف یا بالاتر آمدید تا روی سینه، باز هم از نظر شرعی نمازتون اشکالی ندارد و بنابر قول امام ترمذی رحمت الله علیه نمازگزار اختیار دارد هر کجا دست را گذاشتید صحیح هست و نمازتون کاملا درسته.